توی تاریخ 18 آگوست سال 2019 همسایه‌ها صدای فریادای یه دختری رو از خونه یکی از همسایه‌هاشون به اسم جای کمار جین میشنون. از خونه‌هاشون میان بیرون و اون صحنه‌ای که جلوی چشماشون می‌دیدن رو نمیتونستن باور کنن. طبقه دوم ساختمون خونه جای کمار جین غرق در آتش بود. شعله‌های آتش از طبقه دوم خونه زبانه میکشید. همسایه‌ها بلافاصله با آتش نشانی تماس میگیرن. وقتی که نیروهای آتش نشانی آتش را خاموش میکنن، با جسد سوخته یه مرد مواجه میشن. دختر این مرد بالا سر جسد پدرش نشسته بود. میگفت همون به خاطر اتصالی سیمای برق آتش گرفته و پدرم دچار سوختگی شده. اما وقتی که نتایج کالبد شکافی به دست پلیسا میرسه، این پرونده به عنوان یه پرونده قتل دسته‌بندی میشه و هیچ کس باورش نمیشد که چه کسی پشت این جنایت وحشتناکه. سلام بچه ها، چطورین؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. پرونده‌ای که میخوام امروز درباره‌اش صحبت کنم توی کشور هندوستان اتفاق افتاده. جای کمار جین یه مرد 42 ساله‌ای بودش که همراه با همسرش پوجا، دختر 15 سالش ریا و پسر کوچکترشون زندگی میکرد. یه بیزینسمن موفق بود و وضعیت مالی خیلی خوبی داشت و خانواده‌اش هم توی رفاه کامل زندگی میکردن. از طرف دیگه علاوه بر موقعیت مالی خوبش، یه مرد فوق‌العاده مهربون و خانواده دوست بود. تمام دور و بری‌ها و تمام اطرافیان این خانواده اعتقاد داشتن که این خانواده یه خانواده ایدئالن. رابطه عاشقانه‌ای که جای کمار جین با همسرش پوجا داشت و بچه‌های خوب و مهربونی که تربیت کرده بودن ورد زبون همه بود. همه میگفتن خوش به حالشون، هم پول دارن، هم رابطه خیلی خوبی با هم دیگه دارن. از طرف دیگه جای کمار و همسرش پوجا هم تمام تلاششون رو میکردن تا بچه‌هاشون توی هر زمینه‌ای که میخوان به موفقیت برسن و همیشه از بچه‌هاشون حمایت میکردن. همه چی برای این خانواده خوب پیش میرفت تا اینکه این خانواده به یه عروسی توی شهری به اسم پودوچری دعوت میشن. پدر خانواده یعنی جای کمار جین به خاطر مشغله کاری زیادی که داشته نمیتونسته همراه خانواده‌اش به مهمونی عروسی بره. مادر خانواده تصمیم میگیره که با بچه‌هاش به عروسی بره. وقتی که مادر خانواده این قضیه رو با دخترش ریا و پسرش مطرح میکنه، ریا به مادرش میگه که من دوست ندارم بیام عروسی، دوست دارم اینجا پیش پدرم بمونم تا پدرم توی خونه تنها نباشه. مادرش قبول میکنه و بالاخره توی تاریخ 17 آگوست سال 2019 جای کمار جین همسرش پوجا و پسرشون رو به ایستگاه راهن میبره و سوار قطارشون میکنه تا به شهر پودوچری و به مهمونی عروسی برن. بعدش هم برمیگرده خونه. با وجود اینکه با رفتن همسر و پسرش خونه سوت و کور شده بوده، اما جای کمار جین خوشحال بوده که دخترش کنارش موند و قرار نیست تنها بمونه. وقتی که جای کمار جین از ایستگاه راهن برمیگرده خونه، با دخترش ریا میشینن با همدیگه دو نفری شام میخورن و بعدش هم یکم پدر و دختری با همدیگه گپ میزنن. بعدش هم هر کدوم میرن تو اتاقشون تا بخوابن. جای کمار عادت داشته هر شب قبل از خواب یه لیوان شیر داغ بنوشه. به خاطر همین دخترش ریا براش یه لیوان شیر داغ میبره توی اتاقش و جای کمار از اینکه دخترش انقدر به فکرشه خوشحال بوده و بهش افتخار میکرده. بعد از اینکه دخترش از اتاق میره بیرون، جای کمار شیرش رو میخوره و روی تختش دراز میکشه و میخوابه. صبح روز بعد یعنی 18 آگوست سال 2019 همسایه‌ها با صدای فریادای دختر جای کمار جین از خواب بیدار میشن. از خونه میان بیرون و میبینن که حموم خونه جای کمار جین آتش گرفته. بلافاصله با آتش نشانی تماس میگیرن و وقتی که آتش نشان‌ها آتش رو خاموش میکنن، با جسد تقریبا سوخته جای کمار جین مواجه میشن. ریا بلافاصله بعد از دیدن پدرش تو اون وضعیت شروع میکنه به جیغ زدن و فریاد کشیدن و به همه میگفته که به خاطر اتصالی سیمای برق حموم خونه آتش گرفته و پدرش توی حموم گیر افتاده و دچار سوختگی شده. نیروهای آتش نشانی بلافاصله با پلیس تماس میگیرن. وقتی که پلیسا به محل حادثه میرسن، با چیزای عجیب و غریبی مواجه میشن. مامورای آتش نشانی به پلیسا میگن که چنین آتش سوزی بزرگی نمیتونه به خاطر اتصالی سیمای برق باشه و این قضیه پلیسا رو یه خورده مشکوک میکنه. پلیسا جسد جای کمار جین رو به پزشکی قانونی میفرستن تا علت دقیق مرگ مشخص بشه و نتایج پزشکی قانونی پلیسا رو شگفت زده میکنه.
نتایج پزشکی قانونی نشون میده که جیکومارجین اصلا به خاطر سوختگی جونش رو از دست نداده بوده. مرگ جیکومارجین به خاطر از دست دادن خون زیاد بوده. یعنی انگار یه نفر با یه جسم تیز به بدن جیکومارجین ضربه زده بوده و جیکومارجین به خاطر از دست دادن خون زیاد جونش رو از دست داده بود. و چیزی که برای پلیسا خیلی عجیب بوده اظهارات دختر جیکومارجین یعنی ریا بوده که به پلیسا گفته بوده که پدرش به خاطر اتصالی سیمای برق توی حموم جونش رو از دست داده بوده. دخترش به پلیسا میگه که صبح که پدرم رفته بوده توی حموم تا دوش بگیره سیمای برق اتصالی میکنن و حموم آتیش میگیره. چون که در حموم قفل بوده هر کاری کردم نتونستم پدرمو نجات بدم. پدرم هم توی حموم گیر کرده بوده و به خاطر آتش سوزی جونش رو از دست داده. این حرفای ریا دختر جیکومارجین پلیسا رو حسابی مشکوک میکنه. بعد از اینکه پلیسا مطمئن میشن که این پرونده یه پرونده مرگ تصادفی نیست بلکه یه پرونده قتل، تحقیقاتشون رو درباره این پرونده شروع میکنن. اولین مظنونشون هم ریا دختر جیکومارجین بوده. اما قبل از اینکه بخوان 100% یه نفر رو محکوم کنن باید تحقیقات بیشتری انجام میدادن. پلیسا میرن خونه جیکومارجین و کل خونه رو میگردن و چیزی که جالب بوده این بوده که روی بالش و روی تختی جیکومارجین یه سری لکه‌های خون پیدا میکنن. انگار یه نفر سعی کرده بوده که خونه رو پاک کنه اما خیلی موفق نبوده. و چیزی که برای پلیسا جالب‌تر بوده این بوده که انگار رو تختی و ملافه‌های تخت تازه شسته شده بوده. پلیسا با دیدن این شواهد بیشتر مشکوک میشن. یعنی احتمالاً جیکومارجین توی خونه خودش به قتل رسیده بوده. بعد از پیدا کردن این مدارک پلیسا میرن و با همسایه‌های جیکومارجین صحبت میکنن. همسایه‌ها تمام تلاششون رو میکردن تا به پلیس برای پیدا کردن قاتل جیکومار کمک کنن. یکی از همسایه‌ها حرفای جالبی به پلیسا میزنه. پلیسا بعد از صحبت با یکی از همسایه‌ها متوجه میشن که دختر این خانواده، دختر 15 ساله این خانواده ریا، یه مدتیه که با پسر یکی از همسایه‌ها به اسم پروین در ارتباطه. چون که این پرونده یه پرونده قتل بوده و کسی که به قتل رسیده بوده یه تاجر سرشناس و معروفی بوده، پلیسا باید تمام زوایای این پرونده رو مورد بررسی قرار میدادن و هر چیزی که کوچکترین ربطی به پرونده قتل جیکومارجین داشت باید بررسی میشد. به خاطر همین پلیسا میرن و با پروین صحبت میکنن. پلیسا بعد از صحبت با پروین و ریا دختر خانواده متوجه میشن که روز حادثه پروین هم توی خونه همراه ریا حضور داشته. با توجه به نتایج کالبد شکافی و لکه‌های خونی که توی اتاق جیکومارجین پیدا شده بود، پلیسا حدس می‌زدن که احتمالاً پروین و ریا با قتل جیکومارجین در ارتباطن و فرضیه این بودش که این دو نفر با همکاری هم جیکومارجین رو به قتل رسوندن. بعد از اینکه پلیسا از این دو نفر بازجویی میکنن، گوشی هر دو نفرشون رو چک میکنن و با بررسی پیاما و اس هایی که این دو نفر با هم دیگه رد و بدل کرده بودن، دیگه پلیسا 100% مطمئن میشن که این دو نفر با همکاری هم جیکومارجین رو به قتل رسوندن. هر دو نفرشون به جرم قتل جیکومارجین دستگیر میشن و پلیسا ازشون شروع میکنن به بازجویی کردن، اما هیچ کدومشون به قتل جیکومارجین اعتراف نمیکردن تا اینکه وقتی پلیسا بهشون فشار بیشتری وارد میکنن و از ترفندایی که داشتن استفاده میکنن، هر دو نفرشون مجبور به اعتراف میشن. اینکه پلیسا خیلی سریع تونستن این پرونده رو حل کنن و قاتلا رو شناسایی کنن برای همه جالب بوده. اما سوالی که اینجا پیش میاد اینه که چرا ریا دختر 15 ساله این خانواده پدرش رو به قتل رسونده؟ چه چیزی باعث شده که یه دختر بتونه پدرش رو به این وحشتناکی به قتل برسونه، اونم پدری که انقدر مهربون و دلسوز بود و انقدر هوای خانواده‌اش رو داشت؟ ریا و پروین با همدیگه 3 سال اختلاف سنی داشتن. پروین 3 سال از ریا بزرگتر بود. وقتی که ریا 12 سالش بود و پروین 15 سالش بود، با همدیگه آشنا میشن و با همدیگه وارد رابطه میشن. این دو نفر ارتباط خیلی نزدیکی با همدیگه داشتن. همش توی رستوران و کافی شاپ و مراکز خرید بودن. زمانایی هم که همدیگر رو نمیدیدن با همدیگه تلفنی صحبت میکردن. شرایط جوری بود که ریا به خاطر ارتباطش با پروین توی درساش به شدت افت کرده بود و پدرش هم از این قضیه خیلی ناراحت بود. البته پدرش اون موقع نمیدونست که دخترش دوست پسر داره و با پروین در ارتباطه. اما بعد از یه مدتی وقتی که پدرش میبینه که
24 ساعته گوشی دست دخترشه و همش داره تلفنی صحبت میکنه یا داره SMS میده، به دخترش مشکوک میشه. اما نمیخواسته به دخترش فشار بیاره و اذیتش کنه. اما وقتی که این تلفن‌ها بیشتر و بیشتر میشه، دیگه جی کومار میره با دخترش صحبت میکنه و متوجه میشه که دخترش با یه پسری به اسم پروین در ارتباطه. و وقتی هم که پدرش متوجه میشه که پروین پسر یکی از همسایه‌هاشونه، بیشتر از این قضیه ناراحت میشه، چون پروین اصلا خانواده درست حسابی نداشته، پدرش بیکار بوده و وضعیت مالی خیلی خوبی نداشتن. جی کومار جین بارها با دخترش ریا صحبت میکنه، از دخترش میخواد که از پروین فاصله بگیره. به دخترش میگه که تو هنوز بچه‌ای، سنت کمه، هنوز خیلی زوده که بخوای وارد این روابط بشی، بهتره که به درست فکر کنی، به زندگیت فکر کنی، به آیندهت فکر کنی. اما ریا گوشش بدهکار نبوده. تمام زندگیش پروین بوده و میخواسته از هر طریقی که شده با پروین باشه. وقتی که جی کومار میبینه که دخترش گوشش بدهکار نیست و حاضر نیست که از پروین جدا بشه، گوشه دخترش رو ازش میگیره و تهدیدش میکنه که دیگه حق نداره با پروین صحبت کنه یا حتی بخواد ببینتش. اما این کارم فایده نداشته. ریا یواشکی با پروین قرار میذاشته و به جای رفتن به مدرسه با هم دیگه به کافه و رستوران و مراکز خرید و اینجور جاها میرفتن. حتی تو یکی از این قرارا پروین برای ریا یک گوشی جدید میخره. یه مدت بعدم ریا به بهونه اینکه میخواسته خونه دوستش بمونه، یه چند روزی با پروین به مسافرت به بمبئی میرن و با هم دیگه خوش میگذرونن. و وقتی که جی کومار از این قضیه باخبر میشه، خیلی عصبانی میشه. اولش میخواسته با دخترش صحبت کنه و دوباره از دخترش بخواد که پروین رو بذاره کنار. اما وقتی که میبینه دخترش نصف شب یواشکی با گوشی تلفن همراهی که پروین براش خریده داره با پروین صحبت میکنه، عصبانی میشه، میره گوشی از دخترش میگیره و یه سیلی به دخترش میزنه. ریا همون لحظه تمام عشقی که ریا نسبت به پدرش داشته تبدیل به نفرت میشه. ریا توی بازجویی‌ها به پلیسا میگه که همون لحظه که پدرم بهم سیلی زده، پیش خودم تصمیم گرفتم که از پدرم انتقام بگیرم و اونو به قتل برسونم. بعد از این سیلی، ریا در حالی که گریه میکرده میره پیش پروین و به پروین میگه که دیگه از دست پدرم خسته شدم که انقدر کنترلم میکنه، انقدر اذیتم میکنه، آزارم میده، نمیذاره نفس بکشم، دلم نمیخواد دیگه هیچ وقت توی زندگیم ببینمش. و این دو نفر با هم دیگه میشینن و نقشه میکشن تا پدر ریا رو به قتل برسونن. یه مدت هم کلی فیلم و سریال درباره این که چجوری یه قتل و یه مرگ تصادفی نشون بدن میبینن و مثل اینکه از 1 ماه قبل برای قتل جی کومار جین نقشه کشیده بودن، اما موقعیت مناسب برای اینکه بخوان نقشه‌شون رو عملی کنن رو به دست نمی آوردن، تا اینکه وقتی که مادر و برادر ریا به مسافرت میرن، اون موقع بوده که ریا با پدرش توی خونه تنها میشن و دیگه فرصت مناسبی بوده برای اینکه ریا بتونه نقشش رو عملی کنه. جی کومار جین دخترش رو توی دنیا از همه چیز بیشتر دوست داشت و اصلاً حتی نمیتونست تصور کنه که دخترش داره نقشه قتلش رو میکشه. ریا برای پلیسا تعریف میکنه که وقتی که پدرش مادر و برادرش رو میرسونه ایستگاه قطار رو برمیگرده خونه، با هم دیگه شام میخورن و بعد از شام با هم دیگه یه خورده صحبت میکنن و میرن تو اتاقشون تا بخوابن. ریا هم برای پدرش شیر میبره و تو اون شیر چند تا قرص خواب آور حل میکنه. وقتی که پدرش شیر رو میخوره، ریا تو اتاقش منتظر بوده تا ببینه که اون قرصا کی روی پدرش اثر میذارن. 1-2 ساعت بعد ریا به اتاق پدرش میره. هر چقدر که پدرش رو صدا میکنه، پدرش جواب نمیده، کاملا بیهوش شده بوده. همون لحظه ریا زنگ میزنه به دوست پسرش، به پروین میگه که بیاد خونهشون یه چاقو تیزم با خودش بیاره. پروین میاد خونهشون، ریا میره از کابینت آشپزخونهشون یه چاقو برمیداره. دوتایی میرن بالا سر پدر ریا و اونو با ضربات چاقو به قتل میرسونن. تصورش هم وحشتناکه که یه دختر 15 ساله مگه چقدر میتونه سنگ دل باشه که همچین کاری رو با پدر خودش بکنه. و پدرش اون لحظه بیهوش بوده، نه توان دفاع کردن از خودش رو داشته و نه توان مقاومت در برابر این 2 نفر رو. تمام اتاق، دیوارا، کف اتاق، تخت و رو تختی همه خونی شده بود. بعد از اینکه این 2 نفر جی کومار جین رو به قتل میرسونن، جسد جی کومار جین رو 2 نفری کشون از توی اتاق خواب داخل حموم خونه میبرن. بعدش هم میرن تمام دیوارا و کف اتاق رو تمیز میکنن، رو تختی و ملافه‌های تخت هم میندازن توی ماشین لباسشویی تا بشوره. بعد از تمیز کردن اتاق، حالا این 2 نفر
با جسد یه انسان مواجه بودن که از بین بردنش کار آسونی نبود. صبح روز بعد یعنی 18 آگوست ریا میره 2 بطری بنزین میخره، میاره و میرزه روی جسد پدرش و جسد پدرش رو آتیش میزنه. بعد شروع میکنه به داد زدن که خونشون آتیش گرفته. همسایه ها بعد از دیدن این صحنه زنگ میزنن به آتش نشانی و ریا جوری وانمود میکرده که انگار شوکه شده و اصلا نمیتونه حرف بزنه. بعد از اینکه آتش نشانا آتیش رو خاموش میکنن و با جسد سوخته جی کومار جین مواجه میشن، ریا شروع میکنه به گریه کردن و فریاد کشیدن و به همسایه ها میگه که سیمای داخل خونه اتصالی کرده بوده، به خاطر همون آتیش گرفته بوده و نمیتونسته پدرش رو نجات بده. پدرش داخل همون گیر کرده بوده و ریا میگه تمام تلاشمو کردم که پدرم رو نجات بدم، اما متاسفانه در قفل شده بوده و منم کاری از دستم بر نمی اومده. بعد از اینکه واقعیت مشخص میشه و همه میفهمن که ریا پدرش رو به قتل رسونده، هیچ کس نمیتونست باور کنه که چجوری یه دختر 15 ساله میتونه با پدر خودش همچین کاری بکنه، اونم پدری که انقدر دلسوز و مهربون بود. و چیزی که جالبه اینه که ریا حتی حاضر نشد تو هیچ کدوم از مراسم‌های خاکسپاری پدرش شرکت کنه و هیچ نشونه‌ای از پشیمونی و ناراحتی توی چهره و حرفاش دیده نمی‌شد. از طرف دیگه خانواده پروین هم ادعا کرده بودن که اصلا خبر نداشتن که پسرشون با ریا در ارتباطه و با هم دیگه رابطه دارن و پدر و مادر پروین هم از اینکه پسرشون مرتکب همچین جنایتی شده بود شوکه شده بودن. پروین هم توی اظهاراتش به پلیس میگه که هدفم از به قتل رسوندن پدر ریا انتقام گرفتن بود، چون پدر ریا رو خیلی اذیت میکرد، اونو تحت فشار میذاشت و نمیذاشت آزادانه زندگی کنه و نمیذاشت ما با هم دیگه در ارتباط باشیم. دوست داشتم کاری کنم که عشقم ریا بتونه اونجوری که دوست داره زندگی کنه. من ریا رو از دست پدرش نجات دادم و آزادش کردم. بعد از اعترافات این 2 نفر یه مدت بعد برای این 2 نفر دادگاه تشکیل میشه و ریا به خاطر اینکه 15 سالش بوده به کانون اصلاح تربیت نوجوانان فرستاده میشه، اما پروین به خاطر اینکه 18 سالش بوده و سن قانونی رو داشته به زندان میفته. اینکه دقیقاً هر کدوم چند سال به زندان میافتن مشخص نیست و من تو هیچ کدوم از منابع نتونستم پیدا کنم، اما چیزی که مشخصه اینه که این 2 نفر به خاطر کاری که انجام دادن مجازات میشن و مادر ریا بعد از اینکه متوجه میشه که دخترش پدرش رو به قتل رسونده شوکه میشه و میگه من اصلا نمیتونم باور کنم که دخترم همچین کاری کرده. حتی به پلیسا التماس میکرده که دخترش رو آزاد کنن چون مطمئن بوده که دخترش هیچ وقت دست به چنین کاری نمیزنه. راستش هیچ کس باور نمیکرد که ریا بتونه همچین کاری بکنه و تازه اینجاست که آدم میفهمه واقعا هیچ کاری از هیچ کس بعید نیست. اینم از پرونده امروز. مرسی از حمایت‌های همیشگیتون. فعلا خداحافظ.